اگه نصف شب صدای مادرتو شنیدی ولی یادت اومد که خونه نیست، جواب نده. ساعت 2:43 شب و بارون آروم به پنجره میخورد. من تنها بودم. لااقل فکر میکردم که تنها. داشتم تو آشپزخونه آب میخوردم که صدای مادرم از اتاقش اومد. میشه یه لیوان آب برام بیاری؟ همون لحظه بدنم یخ کرد، چون مادرم 3 روز بود که خونه خالم بود. آروم به سمت راه رو نگاه کردم. چراغ اتاق خاموش بود، ولی صدا دوباره اومد. این بار آرومتر. پسرم آه. سعی کردم به خودم بگم توهمه یا شاید تلویزیون همسایه است، ولی بعد صدای گوشی مادرم اومد. همون آهنگ زنگی که همیشه داشت. دستم میلرزید. آروم رفتم سمت در اتاق. در نیمه باز بود و یه چیزی کنار تخت ایستاده بود. تاریک بود، ولی انگار داشت سعی میکرد شکل آدم باشه. خیلی آروم با صدای مادرم گفت چرا نمیای داخل؟ نفسم بند اومد. یه قدم رفتم عقب که بام خورد به گلدون راهرو و شکست. همه چی ساکت شد. چند ثانیه هیچ صدایی نبود. بعد ناگهان صدای خودم از داخل اتاق اومد. کمکم کن. خشکم زد. اون داشت صدای منو تقلید میکرد. بعد صدای خنده آروم. خنده انسان نه، یه خنده خراب. آروم گوشیمو در آوردم تا به مادرم زنگ بزنم، ولی قبل اینکه شماره رو بگیرم از پشت سرم صدای خودم اومد. اگه برگردی میکشمت. بدنم قفل شد. فقط آروم به سمت در خروجی نگاه کردم و دویدم. وقتی رسیدم بیرون همسایمون با تعجب نگاه میکرد. گفت چرا داد زدی؟ گفتم من داد نزدم. گفت پس اون چیزی که پشت پنجره ایستاده بود چی بود؟ اون واقعا چی بود؟